گیلا بله. کجا میری؟ بله. کجا میری؟ میرم شهر سیمینا خود. شهر سیمینا خود میری؟ راستی ماما شاگل شما نمیشتن جنجال تیار هستیم. خوبی چی گپایه؟ چی نگو گیلا جگر مخونه. خبر دارم همه گفتن دیشب. خبر دارم شما دهن خلوت کنیم نگیم بگیم من خبر دارم. جگر مخونه الهی شکر. زنده باشین الهی شکر. چی؟ میگم الهی شکر جگر شما خونه. ما که جگر مثلا خون نداره. چی گپای دیگه؟ برادر گپ نگرد گیلا. خب. انت کار به جگر ما بزنی خون بیرون نمیشه. نه بابا عمل شما نگفتین جگر پر خونه. گفتون جگر مخونه اعصاب ما خرابه. همین تا روزگاره که به سر ما آماده به سر کفر نه. زنده باشین. ماما شاگل چرا زن شما اردو زن شما اصلا بلفتم دیگه. زن کامه. چی بگم گیلا؟ راست میگم. هیچ طاقت به سرا و خونه نمی آید. الهی شکر. چی؟ میگم درسته. همی زن و ماستون بستونم که چشم ما گیر کرده بود که همی زن بستونم. همی زن کلام نگفته که اگر این تو بستونی من خونه تو میرم. درسته. حالا که او که برفت الان یک ماه میشه کنه ایم خودم سر کش گرفت ایم برم. یه داشت برم خیلی خوب. ایم برم. بخونه پیار خوب. بخونه پیار خوب. و هم برم بخونه نانه خوب. انالم تا یکه و تنها بمندم. سرامر میخوره به سرا میام سرامر میخوره هیچی طاقت من نمیاد. الهی شکر. تو بگو خدا نکنه تو شب من میگی دوست من میگی الهی شکر. خدا نکنه که شما خور بخوری. این رفیق من این دوست من بیامدم راز دل خور بزی گفتم یعنی هم به من چی میگه. زنده باشه. درسته. حالا تو یک رای حلی به من رسوندی. رای حلی؟ تو بخونه ناله خوره کلون بخونه ناله خوره. این خوسته که من بخونه پیار خود. یم برم. آخه 2 سال میشه عریسی کردن که بخولم ایم فرصت خود دید که او برفت ایم انا فرصت خود بدیدی هم گم من بخونه تا نمیستم. شما ماما شاگل خوب یک چیزی به شما میگم دق از من میشه. نه چه دقشم. در زمان غرورت باشد جوانی. در زمان غرورت باشد جوانی. اگر اخلاق نداریم باشد سرنوشت زندگی یعنی. میگم چون من بیامدم راز دل خود با تو بگم. تو باز به همین کله گنده خو اخلاق داری که من اخلاق ندارم. تو به من راه یاد دادی. شما به من کله جوز خوب اخلاق دارین که من ندارم. تو دیگه بفهمیدی من تو دوست خو میدونستم. بابا ما تیری من بس کردم که دوست شما ما. برو بابا برو دیگه برو دیگه از ما تو خلاصه. گردنم اول ما شاگل دیشب نانم اختلاط کردم. بفهم چی گفتم؟ نانمه گفتم از ماما شاگل بد اخلاقتر به شرق غرب افغانستان نیه. اگه یک وقتی اگه ماما شاگله همه زن نه او زن که تکو بیرو شد بره. اگه می زن خود دینا گفتم میره همه تا ماما شاگل میزدن که تنه و سیاه به شما ماما شاگل نمیرسید. یعنی من چه کار کردم چی؟ نه شما اخلاق نداری. باور کنی تا اخلاقی دارم از اخلاق تو بیتر. عاقلان بفهمه. برفتم بساختی در گرفتی ماما شاگل برفتی و بسوختی در گرفتی ماما شاگل مطرنی نای نای تتر نای نای از بس که تو آزرده دلم را جگری که مشی من مطرن نای نای تتر نای تا تو رضا نشی دل بی من رضا نمیشه. 1000 پیرزال داره این شهر که مثل زن ماما شاگل نمیشه. سری باید بشینم تا بیایی صدایت میکنم اشن بخوای وای خود دل که بخونه. صدایت میکنم ای جان شیرینه خزن ترسم که جانی من نخوای وای. ماما شاگل گشت میکنه.
چی بگو؟ آخش کجی جان چی بگو؟ ماما شاگل شما بگیریم امی ترمز می آخه کجا مستی بری؟ ماستون برو سرزمین پیش برو خب بری و چای بخور شما بگیریم ماما شاگل تو کمشی میشه و چی رو آره شما شیشتی گیره میکنید 4 بیتی میخونی ماما شاگل خیریت باشه هر زنین میستونید 4 روز بخونی شما سر تر نمیاره را خو میگیدم میره چی رقمه این زن شما کنی یک هفته میشه با شما ریالا کت برا کار خوره از این پینک بدون از این پینک تاله ندارم کجی جان راست میگی یعنی ماما شاگلی تم میشه خود چه کار کنم همین زنه که من مایستون بستونم همین زن گفته اگه این زن بستونی بیاری من خونه تو میرم من به خونه تو گذارا نمیکنم من نمیستخونم من به کله خود چیز کردم گفتم همین زن بستونم او که برا به سرا پیار خود به سرا مادر خورم اینی هم که بستون ای که برا وانه که در روز یک ماه چی شد یعنی یک دم خودم سر کش برده که من به خونه تو نمیشینم تا سعی کردم که این برا به سرا پیار خود ماما شاگل مای مشمان نطبت دار کنم این دفعه خشوم مدری داره انمو مدری و فعلا مجرده اخوی بیادم شما کجی بله چند دیگه ما گفتم تو دوست منی نیال قام رو دل مبر میداری تو به کل زغان دا آتش به سر دل مگودی ببخشیم ماما شاگل اگر دستم اذیت شدی ببخشیم پیارمه غمی نداره کجی جان دیگه یگره مرا تم خون کردی بدی ترمز می توش که به زمین نخوری نمیخورم بدی دستیو بدی ماما شاگل انا میشینم تا خدا روزگار مرد ببینم چه کار میکنه چه میشه آخر ما چه کار میشه ها؟ سریعت را شد وای بر من نگارت ما جدا شد وای بر من لالا چای شما گویا بخدارم لالا از که؟ حالا که جون خوشی دار ندیم لالا همینجا بقدار من پیش همی علفا همینجا بقدار لالا عمال که شما چای نمی آوردم ماما شاگل دیدم شیشته بودم کنار جو قراری کرده گیره میکرد و خوندن میکرد ماما قراری کرده لالا گیره میکرد و چای بیتی میکرد تو ماما شاگل چرا گیره میکنی؟ گفته اگه چی؟ این زن من خونی به برفته گفتم خب خبر دارم که برفته این چی رقمه؟ این تلالا کجا بوده؟ ماما شاگل بیچارن خیلی میچیزه همین تنه کسی که با زندگی خو نفهم عاقبت یعنی مینه فهمیدی؟ او دیگه زن کلون خوری الا کرد برا فرادی آکه دیگه گشت اگانوی زن ما خونی و برا یک دگان برا باشه که میت بدبخت شه راست میگی لالا ماما شاگل میه لالا بابا دیگه هم با کجا بود دیگه یک پیاله چای که ما این بخوریم من بعد می ترمز پاکی میشم اگه سیل بکنه که دورالله مونده نباشی ماما شاگل اشتری خوبی خیلی سلامتی چی گپای رسیم فرستی دیگه برو شکر زنده باشین شما خوبه شکر همینطور مونده شدم که چی بگی پیرمرد شدم را رفتم نمیتونم دیگه هست دیگه پا هست ماما شاگل علاف میداره ای با چه کار کنیم ماما دیگه همین روزا گفتم اینا کمی بدرم اگه کمی برم به گوای کمی هم اگه باشه بم زمستون بم خاطر گوا بیدا کنین مای بیده کنی دیگه وقت نه بیدم خوبه به زمستون برای گلاس چای نور جان مونده شدم ماما شاگل دو پیاله دیست تگما بخوردم خلاص شد دیگه چای نداره حمالی آورد کو امروز کمی چای دم کرده بودم اما رای کدام از سرا چای نداره خیلیه چری ترمز پر نکردم مثل که نبودی یا کارشن جوش نبوده خب ماما شاگل چی خبرای دیگه ما دارم گمش کو از اول من نپرس چری؟ چی دیگه؟ برای گب نگردم خونه من خراب شد خبر دارم از این گپا هم اگه خبر دارم خوب خبر داری خبر دارم همین کجیل بدید و میر گفته که مادر خصوم مجرد بیوه که ماما شاگل
ماما شاگل چی میگین شما؟ چرا چی میگو؟ بابا نه ماما شاگل مادر خوشی از این راست میگه که مجرده. او همون تا سند بالا یک نفر ما یه خدمت از بکنه، برای از دک پخته کنه، چای دم کنه، رخت بشوره، چهار طرف جارو کنه، یعنی او تا چیزیه. ماما شاگل البته باز با بالی از او چیش دارین که باز او شما رو بستونه. ماما شاگل باور کنین که او اپا خور را رفتن نمیتونه، او را مال به تا فرغونی بر میبرن. بابا گویی را میره جراره این دیگ پخته میکنه، رختا تور میشوره، حال نه ماما شاگل به درد شما نمیخوره. یک چیز دیگه شما پرسان کنم ماما شاگل، شما 6-7 لیتر پیشکش دادیم، چه کار شد که باز از خونه شما برم؟ برادر گپ نگرد، من روزگارم پیچیده شده، اصلا من نمیفهمم که چی احوال به سر می. او زن که گفت اگه زن بسونی من میرم خونه تو، او که بسوندم بیا بودم من ای هم سرکش ورده شیطه برد کار خو برد سرا پیر خو. ماما شاگل متعلی از مردم قدیمه خو میگه آدم که پولدار نشه، آدم که پولدار شه، زن مقبول آدم به نظر آدم گنده میوه، مجبور با یکی دیگه بستانه. این شما فکر میکردین که همیش 20 سال 30 سال به خونه شما بودک، چرا میزنین زندگی خود خوازیر خراب میکردین؟ او زن شما خوب کار کرد رفت، به گوشنگی شما بساخت، به توشنگی شما بساخت، به نیستی شما بساخت، آفرینی. حالا که دید شما زن کردین، من که به جا ازی بودی میرفتم. بالاخره من پینه خو میدونم، از این گپا نمیدونم، همین خسور نویتی مسر مرا بود. تو خوب آدمی و این دختر ما خوب دختری و بس خونه تو ساعت میاره و ایتانه ما گفتیم به خاک باشه همین ایرم مستون. خوبه؟ نگو جامای درد نداری، یک بیوی میوی حال خوبی یار ماما شاگل فلان گزاره بکنه، من پیرمردم خودم گزاره کنه. یار ماما شاگل فلان نه. و پس دیگه هیچی دیگه اصلا خیری نیه. نه ماما شاگل خدا حافظ شما فلان، کاش که بوده خبری بوده با شما خبر میدم. باز از جامای اگه شرابتاقی دیدی کسی گفت من هستم. خوبه باشه چشم. خدا حافظ. خدا حافظ شما ماما، خدا حافظ. بگم یاد تو نرم با دل جمع باشین، به فکر شما هستم. ماما شاگل ایران به خود خونم سرگردون بزید. تو تا بخونه تو چی زندگی کرد که سیومی بیا زندگی کنه؟ هنوز للمیت داره زن سیوم رم بستونه. بابا خود تو 2 روز دیگه زنده میمیری برات کار کنی، بیزار از این گپ باش. 4 روز برو نماز خور بخون، راه خور بگیر برو. بله عمل چوی خواه نکنین، کار با پس ببینه برمیگرده میای. یعنی که تومت نه ایبم هر جا که نشینه هر چی باشه شاید. ماما شاگل دوریم از افتاد افلا بدوریم. یالا کمی دروینی بسو. در ملالا دروینده نمیشه. رمضان اشتاینی جنجل سیاره هستی، جنجل خیریته. درک میداری؟ چی؟ بیوه. چی؟ بیوه. زن بیوه؟ چرا؟ ماما شاگل با ما گفتک به تو دونیم از ظریفه میدم. انا برو تو چیز که قوم خیشی رفیقی اقداق دی بغداد چیزی داری. انا چیز کامل با ما بستون مادر تو جلوی مادر تو به جام مادر مون کلون ما باشه بره به جلوی ما بشه. انا این زن که ما شما خونه خبر داری از خونه برفته. زن چیچیلک برفت ریاله داده، ماما شاگل طلاق داده. همین اتفاق مهمه به منطقه افتادن خبر نمیشه. ماما شاگل طلاق داده زنیو. خب من خبر زنی او زن اولیو که زنی که به چای برای این از این داستانا ماما شاگل از این داستانا هر دو زن همه من خبر دادن. حال تو آخر گپ خود چای به کشور ایران همه میشناسم، همسایه شما هم هست، همسایه ما هم هست. انا بعد میفهم نه نمیگفت که بخواد که برو دونیم بیجی برین میشه و دونیم نسبت تیم لوگان دالتری. انا برو سکو جاموی بگاجنه به پیدا کو بخواد که تو به خونه 110 90 110 130 باشه. انا اگه می بازم از میدونیم از 500 بدم تو گیلا اول که ماما شاگل من نمیفهم چی رقمه، اعصاب خوربیخی از دست بداده فیصله به خاطر از اینکه گیلا فیصله بود آدم حداقل برای از این تکاره که آدم شیار ری میکنه برادر مرتکه دست را خور بس شیار نیم. نه نام خدا تو خیلی بیعقلی هم هستی. من اول تو میبرم سرجی تیشته پس برمیگردن میارم. من میفهم جو که خشک باشه یا نداشته باشه توشنه پس میاد. درک نداری که میشن بگیری. گیلا خور یله بیله بذار از این تو کارا الله نه برادر. نیم بیجی برین میشه. به خدا میگم مرتکه نیه و دهن تو ماس میگی نمیکنه. بیوه
به گپ تو بیور میده ماما شاگل. نمیده. ماما شاگلی که دو تا زن خونی و برفته. ماما شاگل تعریف میکنم، نانی میگو تو میتونی تعریف کن. به زید ما که گپ نشه ای تا فکر کو 80 قله دگر بم چهار طرف خبر میشه. امی 80 قله به ماما شاگل زن نمیده، دختر نمیده. بابا تو اگه پیدا میکنی پیدا کن، اگه نمیتونی یک سری چرا بابا تکر جفن میگی که نوزون. آخه تار تو به گپ تو پیدا نمیشه.